ای بی گله هر چی ما به تو گفتم همین مرغ بده به من و تو پولم میدم همین مرغ به قیمتی بده به من که ما بخرم. تو گفتی نه این خوب مرغ من نمیدم خاطری میفهمی من همین مرغ تو رو خوش دارم تو نمیدی. اگه من تو را سر همین رو بیمرغ نکردم اگه دیگه تو مرغ خودی دی هر چی مستی بگو هر وقت دیگه پشت گوشه خودی دی مرغ خورم میبینی تو صبر بکن. کجی؟ چه کاره؟ بخستاد چطور؟ تو به سلام چی میسی؟ با بیلا این مرغ بیمه خودی چی کار میکنه؟ این مرغ من بخریدم همین تو از بیمه خریدی؟ های مرغ کنه میفروختن بفروشیدیم رو گفتن میفروشم. چه دروغ میگی؟ پس چه از را میجستی؟ بیا تو بیا با تو کار دارم بیا بد کردم بیا سه کنشته موقع خیلی دست بیمه بیمه گفتن مفهوم رو این مرغ به کسی نده بیبی عباسی چی نگو رسید بیبی خوب بیبی بیای در زود چی بیبی بیای شما چی بومه؟ بیا بیبی بیا بیبی بیا کجا میجی؟ بیبی مرغ به کجی بفروخته چی بله؟ مرغه نه بچه من های مرغ بدن فیزی چی کار میکنه؟ حتی اصلا میده با کوچه میده بدن داد میجستگه من تو مرغ کجا میدی بچه جو؟ بوجون ده پس اخونه مامانکو بیبی مرغ اخونه بوجون ده بتا کوچه میجه من چی میگه اون جری بیا مالکو مرغ بوجون ده صاحب ده کی چند روپیه کار میکنه این شرف تو سلام میبری مرغ من چی بد کردم بیبی چند دفعه تو موقع بیبی من میجونی؟ بیبی بد کردم کجا میجی؟ بس بیلادی بره بیبی بد کردم بیلادی بسه بد کردم حالا چند هرچی گفتم مرغ بدیم و من ندادیم دیگه بد کردم بیا بله میشه بله مثلا ما بیه میکنم بله میگم تو بیشتر رو جرات خوب بیادی به تا سلام آمدی هرچی من میگی تو میگو این مرغ بده به من نمیدم من همین مرغ خوش دارم خوش تایی برو خوب بخواه بیرون کن که من نگه
عندي فهم که ببین دوتا جلوی به تو زد دفعه دیگه تو ساق بلند که به تاس زمین میزنم بفهمیدی؟ هادی کله گنده خوش ما به بیمه جونه بده دیگه تو نبینو